دقیقه‌های اول 45 دقیقه امکانیتشون دادیم. نشد. بیرون از میدان قوت‌سنجی بچه‌ها کمتر مشکلات دارد. این هم به نظر گیرید. ابوبکر پهلوانی مومن‌آبادی در مسابقه بین‌المللی قزاقستان در جودو مقام دوم گرفت. سه دوره سبقت‌های پیشینه را هم در گشتین شهر دوشنبه میان نوسان خوب انجام داد. جوانایی که لیاقت دارند اینها را هم معرفی کنید که در دورهای بعدی مهم است. اما کم رنگی سبقت‌ها تغییر می‌یابد، سن و سال بچه‌ها عوض می‌شود. میدانداری رفقای محبوب در 5 دور صورت می‌گیرد، در 5 جفت. 1 2 3 4 5. گفت محمد صفا یگان پهلوان از ناحیه ناامید نرود. من از برون نظارت دارم. شما همچون نماینده نگاه کنید که بچه‌ها با امید آمدگان در نبرد موفق گردند. مرحمت. اول خود یک نقطه علاهیده یا مشخصی که امروز برای برپا کردن این شورابگی تبدیل کردن روحیه نسل نو است. تربیت نمودن آنها در راه تشکل طرز حیات سالم. گوشتگیری، میدانداری وسیله دیگر است که آنها هوسمند گردند. و رئیس محترم هم عین مدعا اشاره کردند که دست پروران مکتب ورزشی ناحیه پهلوانانی که این روز را سال انتظار می‌شوند باید که با قدر و منزلت و احترام آنها رسید. میدانداریشان را تامین کنید. سفربری بچه‌ها را با پهلوانان دیگر اینها روحیه‌شان قوی‌تر می‌شود. فردا برای بهتر کردن هیئت منتخب گوشتگیری هم جودو مساعدت میکنند. دریا که چهره‌های اصیل به وجود میآید، وسیله تربیت بهتر میگردد. تشکر رنگی نیروسنجی پهلوانانی وزنشان تا 60 کیلو پیکر میشود. ابوبکر چه شد؟ نه نفسه خوب که منو ایده میشود دیگه. ایده که منوی نمزی زور نه درسته خوشو دیده نوبت آستینی و یاره ها هم سرداور هم داورایی که وابسته هستیم اما نظارت خلعت ها سر آستین کشاده باشد. اگر یکان علت مشکلی نشید من هم میگوشم با فکری مهمان نه صد فایی درسته. یکان خطابی ندارد خلعتش جوابگو است و طلبات معیارهای گوشتینی اجدادی ما گوشتگیری. فقط مسئولیت پرتاست. یک سریابی میرود کسی که امروز در میدان رشتان زمین غلبه بیشتر میارد. اگر حرکت از اینجا باشد پرتاست بیرون هم باشد اجازت. پرتاست پهلوانی رشتان زمین حلال. رئوس رشت همینی باقی رحیم زاده سعید شاه مکتبی چند او بچه خیلی بچه بسیار مکتبی رقمی 10 دهه یک چند تشکر. در مقابل ابوبکر غلبه کردن تو احسن تشکر. همین بچه را دیدیم، همین بچه را نظارت کنید. بعد من فکر من میگم اون رقی دیدی بچه بسیار چهره خزنده است. اون را همین بچه را رشتان زمین آفرین آمده دیدیده پندش هزارت. همین چهره ها را
از همین جمعیابیم انا کارو مناتور در کورش در چمپیونات جمهوری تاجیکستان در رشته کشتیگیری در میدان‌های نبردی پرتاب این چی شد؟ حلال تشکر این چهره سال 2024 رشد کرد ولی بعضی ها ایره نمیدونم یا تعریفی بده نکنم اسکندر نام دارد از همین نشان زنیم دست پروری مکتب ورزشی ناحیه رشت بیشتری کسیروف محمد شیر منوچر کسیروف همین بچه میدان ده همه نشون میگه گفته های من تقویت میگه یا نه هم بابای من دیسو بعد کار در این یه رنگ دیگر میگیرد این چی؟ تشکر زیاد زکریا از قلقت شو راهی نادرست انتخاب کرده دی حالا حیاج میبینیم که تو زکریا و ما و زکریا چی هنر داریم انا گورم ما و زکریا هم هنر داریم این بچه را بینه نکوشه با آدمای ارزنده ما ننافی این اما نو از این ستاره تراش نیستیم که به همه وصف و صفاتی که من گفتم ارزنده ما با این سخنم افعالاتی گفته که من در میدان رشت یک بار دیگر اسکور میکنیم صحیح مبارک باشد دوری اول با غلبه انجام یافت دوری بعدی را در این میدان بینید تقدیرشاه تاجیک‌آباد امامعلی رشت سعیدا هم رشت بچه ها رو روباری کنید هر دین هم زیبا این بچه هم بچه که خاک سواری زمینی دین در نورآباد داشت این بچه هم بچه ارزنده صبریدین از رشت احمد از دیاری پهلوان آفری جاروکل تیمور ملک احمد نام دارد رئوف که میداند تبسمش عین مدعا است و هر دو وقت سعادت هر دو این بچه را معلم میتونی که یک نفی الهیده کنی هر دو شهره ارزندن اینا در نورآباد کشتی گرفتند اون احمد از مشتاقی سعید مومن رحیم و این بچه از رشت در اون گلیم پرتاب حلال معلم همین جمعی ما بستنی دارم همین جمعی ما سرباز شو نفره که از دهه شد والدیت به دست آورده